من 6 تا اولاد خود در میرای وطن به خدمت وطن به آرامی وطن به ننگ و ناموس از دست دادم. حالم به می افتخار میکنم که من 6 اولاد خود برای وطن به نجات وطن من از دست دادم. گفتم بچه کم سال بیادرت بیا ختم بیادرت بکنه 2 روز بعد 3 روز بعد سال بیادرت 6 روز بعد همون روز سال بیادرت پوره شد جنازه خودش آورد. مادر گفت طالب آمدم، من از وطن خود دفاع میکنم، من ناموس خود دفاع میکنم. دیگه خدا مغفرتشان کنه. ما از خدای خود صبر میخوایم. دیگه خودم تنها موندم، ضرورت به تمام چیز دارم. من تا با امیرم از طرف خدا میخوایم که همی البته رضای خداوند بود که همی هر 6 بچه ما بر رضای خدا 6 تا پدرشان 7 تا برای دین وطن خود از دست دادم.